إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك معتصم، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان، دوستداران الله متعال، دوستداران شعائر الله، دوستداران بیت الله و دوستداران حرم مکی شریف و مکه مکرمه و مدینه منوره. در ادامه بررسی آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید جا داره و شایسته است که در مورد سوره حج صحبت کنیم. سوره‌ای که مسماست به حج. از میان ارکان اسلام تنها رکنی که یک سوره به نامش هست حجه. ما سوره به اسم نماز یا همون صلات به تعبیر عربیش نداریم. سوره به اسم صوم یا روزه و یا رمضان نداریم، گرچه آیات فراوانی درباره نماز هست و آیاتی درباره رمضان و روزه در کلام الله مجید هست، حتی نام رمضان هم ذکر شده، اما سوره به این نام در قرآن کریم نداریم. سوره به نام زکات در قرآن کریم نیست، گرچه که آیات فراوانی درباره زکات در قرآن کریم ذکر شده. و حتی ما سوره به نام توحید در قرآن کریم وقتی که مشاهده میکنیم، حجمش همون سوره قل والله احد به حدی نیست که سوره حج هست و گرچه اکثر آیات کلام الله مجید و صفحه‌ای از کلام الله مجید نیست که از آیات توحیدی خالی باشه، حتی سوره حج. اما از بین ارکان دین مبین اسلام سوره حج رکن حج، رکن پنجم، سوره رو به خودش اختصاص داده در پایان جزء 17 که نیم جزء حدود 10 صفحه از مصحف عثمان طه است و 78 آیه داره. این سوره بسیار بزرگی است، سوره‌ای که نصف جزء قرآن کریمه و نشان از اهمیت حج داره، نشان از اهمیت این عبادت و این شعیره داره، چرا که حج ارتباط داره با کعبه، همون کعبه‌ای که قبله نماز، همون کعبه‌ای که اولین خونه‌ایه که برای انسان‌ها روی زمین قرار داده شده تا اونجا عبادت بکنن. اولین عبادتگاه انسان بر روی زمین کعبه است. چرا که حج مرتبط با مکه مکرمه، چرا که حج مرتبط با تاریخ دعوت، تاریخ توحید بر روی زمین. سوره حج سوره عجیبی است، سوره‌ای که بعد از سوره انبیا قرار میگیره و قبل از سوره مومنون. گویی که انبیا وقتی که دعوت و رسالتشون به پایان میرسه نوبت حج میاد، به انگار که انبیا میان تا مردم رو وصل بکنن به حج. حج مختصر، چکیده و خلاصه کل دعوت انبیاست. بعد از حج سوره مومنون رو داریم. کسی که میره حج میکنه، میره عبادت میکنه،
میره خودش رو در این میدان، در این دانشگاه ثبت نام میکنه و تمرین میکنه و برمیگرده، صفات مؤمنون در وجودش میاد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون تا آخر آیاتی که در ابتدای سوره مبارکه مؤمنون هست. مؤمنان کسانی هستند که رستگار شدن، کسانی که در نماز خشوع دارن، از لغویات پرهیز میکنن، زکات پرداخت میکنن، شرمگاه خودشون رو حفاظت میکنن. همه اینها دستاورد حجه. همه اینها رو انسان مسلمان در حج تمرین میکنه، اینها رو به دست میاره. سوره حج بعد از سوره انبیا قرار میگیره و قبل از سوره مؤمنون. بعد از اینکه انسان از حج خارج میشه باید مؤمن شده باشه، باید صفات مؤمنین درش باشه. سوره حج سوره عجیبی است، از اونجایی که هم در مکه نازل شده بخشش و هم در مدینه. این سوره هم مکیه هم مدنیه. این سوره‌ایه که برخی از آیاتش در شب نازل شده، برخی از آیاتش در روز نازل شده، برخی از آیات این سوره در سفر نازل شده، برخی از آیات این سوره در حضر نازل شده. هم در سفر آیات اومده، هم در اقامت، هم در شب، هم در روز، هم در مکه، هم در مدینه. سوره حج سوره‌ایه که معانی و مفاهیم والایی رو در بر گرفت. سوره حج وقتی که شروع میشه و صحبت میکنه از حج میگه و شروع میکنه صحبت از حج هست دیگه. وقتی که سوره مسماست به حج و درباره حج قراره که صحبت بشه، هر چیزی که در این سوره است در این سوره ذکر میشه. در این نیم جزء از قرآن کریم در این سوره هر چی که ذکر میشه بی ارتباط با حج نیست، چرا که اسم سوره حجه و الله متعال حکمتش تقاضا میکنه که هرچه در این سوره قرار داده شده یک ارتباطی با حج داره، یک ربطی با حج داره. سوره مبارکه حج سوره‌ای که معنی و مفاهیم والایی رو در بر گرفته، معنیها و دستورات فراوانی در اون هست، اشارات مختلفی به بخش‌های مختلف داره. سوره حج در ابتدا که شروع میشه اشاره داره به بحث قیامت و اون برپایی روز قیامت. بعد از اون دوباره الله متعال در سوره حج از نشر و حشر و از قیام بعد از برزخ سخن میگه، در روزی که حساب کتاب شروع میشه. همین مسیر ادامه پیدا میکنه. بعد الله متعال در سوره حج از مخالفین قیامت، از مخالفین زندگی دوباره صحبت میکنه و دلایل اونها رو بررسی میکنه و دلایل اونها رو مطرح میکنه. از نتیجه و سرانجام مخالفین و مؤمنین به قیامت میگه، اینکه سرانجامشون در بهشت چه میشه و حکایت میرسه تا به مکه مکرمه و به مسجد الحرام میرسه، حکایت میرسه به کعبه، حکایت میرسه به ابراهیم علیه السلام. و اصل موضوع سوره که همون حج هست که سوره مسماست به این نام شروع میشه بعدش و آیاتی حدود 2 صفحه درباره حج صحبت میشه، درباره احکام حج صحبت میشه، درباره اهداف حج صحبت میشه، درباره برخی از مناسکی از حج که در سوره مبارکه بقره ذکر شده بود تکمله اون و تکمیل اون در سوره مبارکه حج ذکر میشه. بعد از حج دوباره بعد از آیات حج در سوره مبارکه حج آیات جهاد مطرح میشه. آیات جهاد بعد از حجی که تمرینیه برای جهاد در سوره مبارکه حج مطرح میشه. بعد از آیات جهاد بحث توحید که از ابتدای سوره تا اون لحظه‌ای که آیات جهاد مطرح میشه همچنان در خلال آیات مطرح شده باز ادامه پیدا میکنه با رنگ و روی قوی‌تری و با دلایل خیلی قوی‌تر ادامه پیدا میکنه این استدلال‌ها و حجت‌ها تا سوره در پایان با دلایل توحیدی بسیار قوی و محکمی به پایان میرسه و باز در پایان صحبت میشه از دعوت ابراهیم علیه السلام و آخرین آیه این سوره با اشاره به ابراهیم علیه السلام به پایان میرسه. آخرین آیه سوره مبارکه حج نام ابراهیم درش ذکر میشه چون باید باشه. حج و ابراهیم با هم مرتبطن، حج و ابراهیم با هم گره خوردن. سوره مبارکه حج سوره‌ای که معانی و مفاهیم والایی رو در بر گرفته که هر کدوم از اینها
مستقیما در ارتباطن با حج. کسی که میخواد بره حج، کسی که حج میکنه، کسی که میخواد درباره حج تفکر و تدبر بکنه، کسی که میخواد معنای حج رو بفهمه، کسی که میخواد حج رو درک بکنه، باید بیاد و سوره مبارکه حج رو ورق بزنه، سوره مبارکه حج رو بیاد و بررسی بکنه. ارتباط بین معانی و مفاهیم وارده در این سوره با حج رو بیاد ببینه که چه ارتباطی بین این هاست. حج، خود عبادت حج، دستورالعمل حج، برنامه حج، تمام اون مفاهیمی که در سوره مبارکه حج هست رو به صورت عملی به ما نشون میده. تمرین نیست، نمونه است. وقتی که الله متعال از سوره مبارکه حج در این سوره از قیامت صحبت میکنه، ما در حج انگار که قیامت رو داریم میبینیم. ما انگار که داریم میبینیم که یک جمعیت عظیمی همه به یک هدف، به یک سمت، به یک مسیر دارن حرکت میکنن. همه کفن پوشیدن، همه از خانه و خانواده و دوست و آشنا بریدن، همه آمدن به سمت الله تعالی، همه به یک سمت، به یک مکان، به یک محل، در یک وقت، به یک شکل، به یک راه، به یک ذکر، به یک عمل مشغولن. و این اختیاری نیست، این اجباریه. در حج هر کسی که وارد پروژه حج میشه، وارد دستورالعمل حج میشه، دیگه از خودش اختیاری نداره. این انسان رو بیاد قیامت میندازه. اون قیامتی که وقتی که میرسه انسان رو به زور میبره به سمت خودش. وقتی که انسان از آیات دوباره زنده شدن در سوره مبارکه حج میبینه و بررسی میکنه و اونها رو مد نظر قرار میده، این رو ما در حج و در روزهای حج به وفور میبینیم و پیدا میکنیم که وقتی انسان در بازگشت از عرفات در مزدلفه شب با اون لباس احرامی که پر از خاک، لباس احرامی که سر تا پای اون رو خاک و غبار فرا گرفته در روی دشت مزدلفه، وقتی سر گذاشته بر خاک سرد و برای استراحت هم آنچنان امکاناتی نداره و از خستگی در خواب صبح با اذان صبح بیدار میشه. تمام این دشت رو وقتی که انسان میبینه مزدلفه، تمام این دشت با اذان صبح بیدار میشن. گویی که قیامت شده، گویی که همه باید بلند بشن برای حساب و کتابشون. در مزدلفه وقتی که اذان صبح داده میشه انسان رو بیاد قیامت و حشر میندازه. اون روزی که همه از قبرها بلند میشن، اون روزی که همه از داخل خاک بلند میشن برای حساب و کتاب به محضر الله متعال و یک روز بسیار طولانی رو پیش رو دارن و شروع میکنن. روزی که در اون روز سختی های فراوانی است، در اون روز مشکلات زیادی پیش رو خواهد بود. روز قیامت، روز حساب و کتاب. روز عید قربان برای حجاج در مراسم حج همچین حالتی داره. وقتی که در صبح روز عید سعید قربان 10 ذوالحجه از مزدلفه با اذان صبح بیدار میشن و حرکت میکنن. همه این لشکر انگار که روز محشره، انگار که همه این کفن پوشان اینجا کفن پوشیدن، اما در روز محشر همه لخت و عریان خواهند بود. اینجا دیگه کمترین حد لباس ممکن رو میپوشن، با اون لباسی که داخل قبر میرن آمدن به مزدلفه. اما در محشر بدون این لباس خارج خواهند شد، ولی در مزدلفه چون نمونه ای از اون حکایت و دنیا حکایتش فرق میکنه با آخرت، با کمترین لباس ممکن از مزدلفه حرکت میکنن. همه به سمت منی، همه دارن سرازیر میشن برای انجام عبادت ها و اون چیزی که در یک روز طولانی پیش رو دارن، در یک روزی که فعالیت های بسیار سخت خواهند داشت، بسیار خسته خواهند شد. در روز عید سعید قربان این حکایت در حج انسان رو به یاد قیامت میندازه. میبینیم که در سوره مبارکه حج از حشر و قیامت سخن گفته میشه. در سوره مبارکه حج همچنین از عبادت‌های دیگری سخن گفته میشه به مانند جهاد. حج خودش تمرینیه برای جهاد. حج فرصتیه برای جهاد. حج یک مدرسه است برای آمادگی برای جهاد. در سوره مبارکه حج از خود حج هم صحبت میشه، از احکام حج صحبت میشه، از تاریخ حج و از ابراهیم صحبت میشه. اون لحظه‌ای که ندا برآورد برای اینکه مردم به حج بیان، اون لحظه‌ای که خانه کعبه رو تجدید بنا کرد با
اسماعیل علیه السلام و از مردم خواست، به دستور الله تعالی ندا برآورد تا برای حج بیت الله الحرام عازم بشن و حرکت بکنن. در سوره مبارکه حج توحید بسیار پررنگه و دلایل بسیار دندان شکنی برای رد شرکه، چرا که حج مدرسه توحیده، چرا که حج باید با اون شعار لبیکش انسان رو به توحید برسونه، از غیر الله تعالی انسان ببره، من دون الله رو رها کنه و به الله تعالی خودش رو وصل کنه. حج مدرسه توحیده. آیات حج، آیات سوره مبارکه حج در توحید بسیار پررنگه. آیات توحیدی که در سوره مبارکه حج هست بسیار دندان شکنه برای مشرکین. در سوره مبارکه حج ما از ابراهیم علیه السلام هم سخن داریم که نقش بسیار پررنگی در موضوع حج داره و اصلا حج مال ابراهیم علیه السلام. حج مال بتشکن بزرگ تاریخه. حج مال ملت ابراهیمه. در پایان سوره مبارکه حج با این تعبیر الله متعال سوره رو به پایان میرسونه که ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتان ابراهیم. کسانی که پیرو ملت ابراهیمن، کسانی که راه ابراهیم رو ادعا میکنن که به پیش میبرن، باید برن به مکه، باید برن در حج شرکت بکنن. این مختصر مفاهیم کلی سوره مبارکه حج هست، اما در جزئیات باید وارد بشیم و ببینیم که آیات چی میگن. در هر کدوم از این بخش ها چگونه صحبت میشه در قیامتش، در حشر و دوباره زنده شدن، درباره توحید و آیات توحیدی، درباره خود حج. سوره مبارکه حج چی میگه برامون؟ چه تصویری از حج برای ما معرفی میکنه و بیان میکنه؟ درباره جهاد سوره مبارکه حج چی میگه به ما و چه ارتباطی دقیق بین حج و جهاد هست؟ چگونه حج میاد جهاد رو برای ما معرفی میکنه؟ حج و توحید، توحید در حج چطور مطرح میشه؟ چطور بیان میشه؟ در سوره مبارکه حج الله متعال چگونه توحید رو مطرح کرده و ارتباط بین این توحید و حج چیه؟ ابراهیم و حج در سوره مبارکه حج چه ارتباطی با هم دارن؟ این ارتباطات رو انشاءالله در برنامه‌های آینده با بررسی آیات سوره مبارکه حج به صورت گذرا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم. در برنامه بعد انشاءالله از ابتدای سوره مبارکه حج گزیده ای از آیات این سوره رو در مورد موضوعاتی که مطرح شد انشاءالله با هم مروری خواهیم داشت. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أنبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم